با نام یاری خداوند سلام میفرستم به روح‌های در حال تکاملتون. خب عزیزان، من یه وعده‌ای داده بودم برای اینکه قانون‌ها رو شرح بدم. اولین قانون رو با اولین قدم شروع می‌کنیم انشالله. اولین قدم ما اینه که قانون خنثی هستش. اولین قانون بی‌طرف بودنه. فکر کنید یعنی چی بی‌طرف بودن؟ یعنی که من میگم نه میشه نه میگم نمیشه، فقط نگاه میکنم ببینم چی میشه. خب من اصلا دیگه کاری به این ندارم بگم میشه یا نمیشه. همیشه ما یاد گرفتیم که یا بالاخره یا هست یا نیست، یا میشه یا نمیشه. ولی طبق قانون خنثی اینجا میگه که تو نگاه کن، نظاره‌گر باش، ببین که خداوند چی کار میکنه. مثال میزنم، مثلا یکی مریضه، یه مریضی خیلی خاصی داره و اصلا هم درمانی براش نیست. اینجا قانون خنثی بهش جواب میده، نگاه میکنه ببینه خداوند چی کار میکنه. تا حالا که فعلا همه کارا رو انجام داده و دیده که نمیشه، میدونه که خدا هم میتونه شفاش بده. و چرا نمیده؟ چون که تا حالا قانون خنثی رو کار نکرده، چون غافل بوده از این قانون. اینجا اعلام میکنه که خدایا من شک دارم و شک دارم ببینم که اصلا چرا اینجوریه، چرا این بیماری من و برای منه و در ذهن الهی همیشه شفا و سلامتی و عشق. ما نیومدیم اینجا بدی ببینیم تو این دنیا. همجور خداوند میفرماد حسنة فی الدنیا و حسنة فی الاخره. یعنی ما در هر جا که باشیم باید خوش باشیم، باید شاد باشیم، باید خوب زندگی کنیم. خب طبق این قانون ما خنثی رو باید به کار ببریم. خب اینجا که خدایا میفرمایه حسنة فی الدنیا حسنة فی الاخره و من میخوام نیکویی ببینم این بیماری من، و اینجا نگاه میکنم ببینم خدایا چیکار میکنه. دیگه اصلا مهلت و اینکه اصرار کنم و نمیدونم یه سری انرژی ها رو دعوت کنم و یه سری کارهای عرفان و نمیدونم یه سری کارهای انرژی درمانی، ما هیچی فرادر، ما هیچ کاری نمی کنیم، هیچی انجام نمیدیم. ما وقت قانون خنثی رو اجرا میکنیم. حالا نه فقط در مورد بیماری، در مورد فکر کن با یکی اختلاف داری، فکر کن اصلا خیلی رفتی زیر بار قرض و قوله و توی امرار معاشت خیلی موندی و خیلی سخت دنیا برات. طبق قانون خنثی همه چی برات درست میشه. خیلی ها امتحان کردن، خب نتیجهش هم دیدن. بعد هیچ بشی، هیچ. وقتی انسان ادعایی داره نمیتونه هیچ بشه دیگه. اون ادعا رو باید بذاری زمین و هیچ بشی. توی قانون خنثی اون غرور رو باید بذاری زمین و هیچ بشی، نگاه کنی فقط خدا داره چی کار میکنه. و بعضی هم شک دارن به وجودیت الهی، اینجا واقعا شکشون برطرف میشه. خدایا من خدا نمیاد که خودشو به ما نشون بده، نعوذ بالله، و یا اینکه خب با ما حرف بزنه، نه، چنین چیزی در کار نیست. ولی نشونه هاش هست، یعنی نشونه ها رو به وضوح میبینید و اونجا ایمانتون خیلی قوی میشه. هر لحظه که قانون خنثی قرار بگیرید نتیجهشو میگیرید. یعنی شما دیگه هیچ مشکلی پیدا نمی کنید. طبق قانون خنثی همه چی در دسترستونه، هر چی که بخواید. ولی وقتی انسان به اون مرحله ها میرسه دیگه اونقدر چیزی هم واقعا باقی نمیمونه که بخواد.
حالا علاوه مادی مال این دنیا، خب اونم یه قانونهایی داره، ولی بیشتر وقتی انسان تمام قانونها رو کار کرد میبینه که بیشترین ارزش واقعا معنویات و درجات معنویه که و مادیات هم که به راحتی به دست میاره، ولی سختی کار معنویاته و اجرای قانون ها هستش. خب اینم از این، و هر چیزی که بخواید، هر آرامشی که بخواید به دست بیارید با قانون خنثی. امیدوارم که این قانون انقدر اجرایی بشه تو زندگیتون که قشنگ به آرامش برسید. قانونهای دیگه هم مونده که خیلی خیلی بتونه بهتون جواب بده. من همیشه عزیزان میگم به دوستای دیگه، من میگم همیشه اینو خودم هم میدونم، خیلی واضح نمیتونم چیزی رو تعریف کنم، توصیف کنم، شرح بدم. حالا خیلی سعی کردم که خیلی واضح بگم همین قانون خنثی رو. اگر متوجه نشدید میتونید چندین دور گوش بدید که ببینید تهمایه حرفای من چیه. در کل مجموع بی‌طرف باشید و به هیچ برسید و نظاره‌گر باشید که ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد، و به خدا هم تو دل خودتون فراموش نکنید که بگید خدایا من فقط نظاره‌گرم و میخوام ببینم قدرتتون. عاشقتونم، امیدوارم که قدرت خدا رو ببینید.